ازتون میخوام روی تخیل تمرکز کنیم. هر چیزی که میتونه برای خلق چیزایی که میخواید بهشون نیاز داشته باشید اونجاست. تخیل کارگاهیه که در اون برنامه‌ها و تمایلات ما با کمک قوه ذهنی شکل‌ها و حالات گوناگونی میگیرن و به عمل در میان. شاید یادتون باشه که در ابتدا گفتم تمام این دوره در مورد شماست و حالا کمی بیشتر بهش فکر کنید. ازتون میخوام در این جلسه تخیلتون رو فعال کنید، چون موضوع این جلسه تخیله. از انیشتین هم نقل قول کردم که میگه ذهن شهودی ما یه موهبت مقدسه، اما ذهن منطقیمون یه خدمتگزار مطیع. اون میگه ما به جایی رسیدیم که به خدمتگزار افتخار میکنیم و موهبت رو فراموش میکنیم. همین ذهن شهودیه که ما رو از جانداران دیگه متمایز میکنه و به همون برتری میده. ما تا جایی که میدونیم اشرف مخلوقات هستیم و فقط با استفاده از این قوای ذهنیه که میتونیم نبوغی که درون هممون وجود داره رو نشون بدیم. نبوغ چیزی نیست که فقط به بعضیا داده شده باشه. نبوغ یک چیز درونیه که باید پرورشش بدیم. اما برای پرورش نبوغ درونی باید وجهه برتر شخصیتمون رو پرورش بدیم. میدونی من 3 تا سگ کوچولو دارم که همه میتونن ببینن، بشنون، بو کنن، بچشن و لمس کنن. بهش فکر کنیم. تمام حیوانات از قوه چشایی، بویایی و لمسی برخوردارن، اما ما قوای ذهنی داریم و این قوای ذهنی به همون توانایی خلق محیطمون رو میدن. احتمالاً یادتونم هست که گفتم ما تنها موجوداتی هستیم که کاملاً از محیطمون جداییم. سایر موجودات با محیطشون یکی میشن و در اون احساس کاملا راحتی دارن، اما ما با محیطمون یکی نمیشیم، چون توانایی خلق محیط به همون داده شده. محیطی که من و شما در اون هستیم و خودمون خلق میکنیم. شاید بگید نه این کار من نیست، اما حقیقت اینه که هست. شنیدید که میگن وقتی حقیقت رو بدونی آزاد میشی؟ پس بیاید حقیقت رو در مورد چیزی که داریم و به نفعمون عمل میکنه بفهمیم و کاملا درکش کنیم. فقط باید این قوای ذهنی رو فعال کنیم. شما قوه ادراک رو دارید که یه ابزار ذهنی فوق‌العاده است. وقتی درک و نوع نگاهتون رو تغییر بدید زندگی عوض میشه. بهش فکر کنید. وین دایر اینو به خوبی بیان کرده. اون میگه وقتی طرز نگاهتون رو عوض کنید چیزی که بهش نگاه میکنید عوض میشه. حق کاملا با اونه و اینجاست که میرسیم به قوه ادراک. ما میتونیم به هر چیزی از زاویه دیگه این نگاه کنیم. راه خیلی خوبی برای حل مشکلاته. شما قوه استدلال دارید. استدلال و منطق چیزیه که بهمون توانایی فکر کردن میده. فکر کردن یکی از مهمترین کارهاییه که میتونیم انجام بدیم. ما میتونیم با قوای ذهنیمون فکر کنیم و با فکرمون ایده بسازیم و بعد از اون میتونیم ایده هامون رو محقق کنیم. ما تخیلم داریم که در این جلسه بهش میپردازیم. به اطرافتون نگاه کنید و تمام چیزهایی که توسط انسانها و در تخیلشون ساخته شده رو ببینید. هر چیزی 2 بار خلق میشه، یه بار تو ذهن و بار دیگه در دنیای مادی. زمانی از ون گوگ پرسیدن چطور این تابلوهای زیبا رو خلق میکنی و اون گفت اول رویای نقاشیامو میبینم و بعد رویاهامو نقاشی میکنم. میدونید چیه؟ ما هم میتونیم این کارو بکنیم. قوه بعدی اراده است. اراده یه ابزار ذهنی فوق‌العاده است. شما میدونید که برای پیروز شدن در هر کاری باید روش متمرکز باشید و تمرکز برای مردم عادی راحت نیست. محرک‌های بیرونی زیادی مثل صداها و نورها و خیلی چیزهای دیگه اطراف ما هستند و ما به اونا واکنش نشون میدیم. همه این محرک‌ها سلول‌هایی رو در مغز ما فعال میکنن و باعث فعالیت ذهنی میشن. فقط با تمرکز حواستون رو غیر فعال میکنید. ممکنه انجامش به نظر یه انتخاب بیاد، اما اینطور نیست. نه، اراده چیزیه که توانایی متمرکز موندن رو به ما میده و اگه بخواید موشکی بسازید که یه انسان رو به ماه ببره و سالم برگردونه باید تمرکز زیادی داشته باشید و این تمرکز فقط مال یه شخص نیست. تمام رؤسا و اشخاص اصلی تیم باید تمرکز داشته باشن. باید بتونید روی ایده تمرکز کنید، اما بیشتر مردم نمیدونن چطور. مردم عادی فقط میتونن چند ثانیه تمرکز کنن. تیمای تبلیغاتی هم همینو میگن.
به نظر میرسه این تمرکز هر روزم داره کمتر میشه، اما ما میتونیم بیشترش کنیم. میتونیم به نقطه‌ای برسیم که بتونیم مدت طولانی روی یه ایده تمرکز کنیم و از طریق تمرکز که میتونید نیرو رو دریافت کنید. نیرو به درون ضمیر خودآگاه جاری میشه و ازش بیرون میاد. اگه متمرکز باشید ارتعاش افزایش پیدا میکنه و انرژی بیشتری به هر چی که داره درونتون رشد میکنه میده. امرسون گفته که فقط چیزی که بهش انرژی بدید رشد میکنه. قوه بعدی حافظه است. میدونید چیزی به اسم حافظه بد وجود نداره. حتما شنیدید که مردم میگن من نمیتونم اونو به یاد بیارم. حافظه همه بی‌نقصه. جری لوکاس بسکتبالیست مشهور چند سال پیش داشت به مردم یاد میداد که چطوری انجیل رو حفظ بکنن. روانپزشکی به اسم عبدالله از عربستان به یکی از دوره‌های ما اومد و گفت به مردم یاد میده چطور قرآن رو حفظ کنن. حافظه بد وجود نداره. حافظه میتونه ضعیف باشه. حافظه، اراده و تخیل عضلات ذهنی هستند که میتونید با تمرین و ممارست اونها رو تقویتشون بکنید. آخرین مورد این لیست شهوده. من تصمیم گرفتم شهودم رو تقویت کنم و این کارم کردم و اگه من تونستم شما هم میتونید. وقتی از کنار کسی رد میشم بهتون میگم چه جور آدمیه. همه یه چیزایی که درونتون اتفاق میافتن به شکل ارتعاش به بیرون انتقال پیدا میکنن و با شهود میشه اونا رو خوند. حالا ازتون میخوام روی تخیل تمرکز کنید. برای تمرکز روی تخیل باید همه قوای ذهنیتون رو به کار بگیرید. حواس شما بهتون کمک میکنن با دنیای مادی که جسمتون بخشی از اونه تطبیق پیدا کنید. پس برای ارتباط با دنیای مادی از حواس فیزیکی استفاده میکنیم. اما اگه بخواید از سطح فیزیکی فراتر برید، اگه بخواید به سطحی برید که تا حالا در اون نبودید و به جایی برسید که هیچ انسانی تا حالا نرسیده، باید از قوای ذهنیتون استفاده کنید. فقط دو منبع است که میتونید با مراجعه به اونها خودتون رو کشف کنید. یکی دانش و دیگری الهیات. اگه عمیقاً بررسی کنید میبینید که هر دو تقریباً یه چیز آموزش میدن. میگن خدا یکیه. علم میگه فقط انرژی وجود داره، همه چیز انرژیه و هیچ چیز ساکن نیست. این یه درس مذهبی یا علمی نیست. من صلاحیت تدریس اونا رو ندارم. این درس برای اینه که بهتون کمک کنیم خودتون رو درک کنید. این مطالب توسط مردی جمع‌آوری شده که تمام زندگیشو صرف مطالعه 500 تن از موفق‌ترین انسان‌ها کرد و این کار ساده‌ای نیست. پس اطلاعاتی که میگیرید درستن و توسط افرادی بزرگتر از ما با موفقیت به کار گرفته شدن. وقتی از این قوای ذهنی استفاده میکنید، این دنیای فیزیکی رو ترک میکنید و به درون هوش جهانی شیرجه میزنید. مذهب و علم هر دو میگن که هیچ چیز به وجود نمیاد و از بینم نمیره. بهش فکر کنید. هیچ چیز به وجود نمیاد و از بینم نمیره. تمام دانشی که از قبل وجود داشته و بعداً وجود خواهد داشت همین الان اینجاست. تمام نیرویی که از قبل وجود داشته و بعداً وجود خواهد داشت همین الان اینجاست. تمام نیرویی که از قبل وجود داشته و بعداً وجود خواهد داشت همین الان اینجاست. شما نیرو و دانشی دارید که همزمان و همه جا هست. اون نیرو و دانش درون هممون هست. چطور باید بهش دسترسی پیدا بکنیم؟ باید دنیای فیزیکی رو رها کنیم و از این قوای ذهنیمون استفاده کنیم و این دقیقاً همون کاریه که وقتی چیزها رو تصور میکنید انجام میدید. میتونید بی صدا توی اتاق بشینید، بهش نگاه کنید و چشاتون رو ببندید و مبلمانش رو تو ذهنتون جابجا کنید. بعضیا با این کار پول در میارن. میتونید به یک کاغذ خالی نگاه کنید، بعد از تخیلتون استفاده کنید و تصویر ساختمونی رو بکشید که قراره بسازیدش. حتما میفهمید میخوام به کجا برسم. بیایید به لباس یا جواهراتی که پوشیدید فکر کنیم. اونا از کجا اومدن؟ از ذهن‌های خارق‌العاده انسان‌ها. یادم وقتی بچه بودم الیاف ترکیبی وجود نداشت و من در شمال کانادا زندگی میکردم. خیلی سرد بود و برف زیادی میومد. وقتی بیرون میرفتیم انقدر لباس میپوشیدیم که به سختی میشد راه بریم. اما برای گرم موندن به اون لباسا نیاز بود. امروزه میتونید لباسی به نازکی پوست پیاز تنیه بچه کنید و اونو بفرستید تو دمای زیر صفر بدون اینکه سردش بشه. اینا از کجا اومدن؟ از قبل اینجا بودن. یکی تو تخیلش این لباسا رو درست کرد و بعدم تو دنیای فیزیکی خلقشون کرد. شما میتونید انجامش بدید. آره شما میتونید. لباسی که تنتونه اول تو ذهن یه نفر خلق شده. شما چی میخوای؟ واقعا چی میخوای؟
با شرایط فعلی مدارا نکنید، چون بعداً پشیمون میشید. در حالت کاملا آرومی قرار بگیرید و اجازه بدید ذهنتون پرواز کنه و بدونید وقتی این کارو میکنید دنیای خودآگاه رو رها میکنید و وارد دنیای شگفت‌انگیز ناخودآگاه میشید. این هوش جهانیه. مردم اسمای زیادی برای این بخش از زندگی گذاشتن، اما اصلش همون هوش جهانیه. یه میدان کاملا معنویه، جاییه که تمام دانش و نیرو وجود داره و ما میتونیم بهش دست پیدا کنیم. من باور دارم که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده و احتمالاً شما هم اینو باور دارید. مشکل اینه که ما خدا رو چطور خلق کردیم. خدا چیه؟ ما خدا رو شبیه خودمون میدونیم، اما اگه طور دیگه عمل کنیم و بفهمیم که این قوای ذهنی و این نیرو رو داریم چی میشه؟ میتونیم زندگی که میخوایم و با تخیلمون در ذهن خودمون خلق کنیم. ما با تخیلمون خیال پردازی میکنیم و هر خلقتی از خیال پردازی شروع میشه. اونجاست که به ذهن اجازه میدیم در این بخش از زندگی که همه چیز در اون حضور داره آزادانه به پرواز در بیاد. تمام زیبایی ها و تمام چیزهایی که برای خلق خواسته هاتون نیاز بهش دارید اونجاست. فقط باید تصویری از نتیجه نهایی را توی ذهنتون بسازید. میخواید چطور زندگی کنید؟ میخواید کجا زندگی کنید؟ میخواید با چه افرادی معاشرت کنید؟ میخواید تو چه زمینه‌ای سلامتیتون رو به دست بیارید؟ میخواید چه وضعیت مالی داشته باشید؟ میخواید چه کسب و کاری بسازید؟ کارگردان این سریال خاص الان داره تصاویری توی ذهنش میسازه که چطور اینو ویرایش کنه و چه چیزایی اضافه کنه و چیزی که شما الان دارید تماشا میکنید خیلی با جایی که من در این لحظه هستم فاصله داره. کیلومترها دورتره و در مکانی دیگه و بخش دیگه ای از زندگی شما قرار داره. این جاییه که باید برید و کاریه که باید بکنید. گفته میشه که تخیل بهترین کشور دنیاست، اما تخیل از مرزها هم فراتر میره. تخیل تمام کشورها رو کنار هم قرار میده و هممون رو شبیه هم میکنه و اگه اینو بفهمیم دیگه نیازی به رقابت نیست. رقابت یه بازی احمقانه است. تازه کارا رقابت میکنن اما حرفه‌ای‌ها خلق میکنن. ما موجودات خلاقی هستیم. فقط اینو بدونید که در هر بخشی از کسب و کار و زندگیتون میتونید با کمک تخیل از جایی که هستید خیلی فراتر برید و میتونید این تصاویر رو بسازید و بررسیشون کنید. جالبه که تمام دانش و نیروی موجود در اونجاست. پس بشینید و با بدنتون حرف بزنید. بهش بگید که آروم باشه. شاید بخواید با آروم کردن فکتون شروع کنید. همین الان انجامش بدید. فکتون رو آروم کنید. حالا معده و کل این نواحی رو آروم کنید. حس خوبی داره، اینطور نیست؟ الان اجازه بدید این حس آرامش در تمام وجودتون جاری بشه. تصور کنید یه انرژی بنفش رنگ از بالای سرتون وارد میشه و در تمام بدنتون جاری میشه و شما در آرامش عمیقی فرو میرید. و در این حالت آرامش اجازه بدید چشماتون بسته بشن و به ذهنتون اجازه بدید وارد جایی بشه که تمام دانش و نیرو وجود داره و تصویر چیزی رو بسازید که میخواید. کامل شده و دارید ازش لذت میبرید. به اشتراک بذارید. حتما به اشتراک بذارید، چون در غیر این صورت ازش لذت نمیبرید. یاد بگیرید که با رضایت ببخشید و بزرگمنشانه دریافت کنید. اما بدونید که میتونید از هر بخشی از زندگیتون شروع کنید که میخواید بهتر کنید و اینو بفهمید که هیچ چیز نمیتونه مانعتون بشه. فقط خودتون میتونید مانع خودتون بشید. هیچ کس نمیتونه این کارو به جاتون انجام بده و هیچ کس هم نمیتونه جلوتون باشه. پس وارد این محدوده زیبای هوش جهانی میشیم که همه چیز اونجاست و توی ذهنمون تصویری از زندگی ایدئالمون رو میسازیم. ممکنه هدفتون مربوط به کسب و کار یا سلامتی باشه. اینو بدونید که چیزی به اسم بیماری بدون درمان وجود نداره. فقط هنوز درمان بعضی از بیماری‌ها رو پیدا نکردیم. باید بدونید که همه چیز توی ذهن شکل میگیره و همه چیز ممکنه و امکان پذیر. مدارک زیادی دورمون هست که بتونیم اینو باور کنیم. همه چیز برای شما ممکنه. میخواید چه چیزی رو بهتر کنید؟ از همون جا شروع کنید. از همون جا روش تمرکز کنید و
و عاشقش بشید. عشق وقتیه که چیزها رو به هم وصل میکنید. وقتی دو نفر عاشق هم میشن، از نظر فکری خیلی با هم تفاوت دارن و عاشق اینن که در مورد ایده های مشابه حرف بزنن. از نظر احساسی هم خیلی با هم تفاوت دارن و روی ارتعاش مشابهی هن. رابطه فیزیکی قدرتمندی هم با هم دارن. اما وقتی عاشق ایده‌ای میشید، ذهن و احساستون درگیره و کنترل بدنتون رو به دست میگیره. اسمش آرمان و ایده است و چیزی شبیه بهش وجود نداره و موفقیت یعنی حرفه‌ای نگاه کردن به چیزها و تحقق تدریجی یک آرمان ارزشمند. از تخیلتون شروع کنید و ازش به درستی استفاده کنید. اجازه ندید بی مصرف باشه. بیشتر مردم از تخیلشون برای چیزهایی که نمیخوان استفاده میکنن. نگران میشن و تصویر چیزی که نمیخوان رو میسازن. این کارو نکنید. ابداً این کارو نکنید. تو تخیلم بگید من هیچ وقت جایی که نمیخوام نمیرم. خصوصا فقط چیزهایی که میخواید و تصور کنید. از تخیلتون استفاده کنید و فکر کنید. هر چیزی که میخواید بهترش کنید از یه تصویر شروع میشه. از زمان حال استفاده کنید و از نظر عاطفی درگیر هدفتون بشید تا ببینید که بدنتون به سمت اون حرکت میکنه و وقتی شما به سمت اون برید، اونم به سمت شما میاد. از تخیلتون به شکل مؤثر، خلاقانه و سازنده استفاده کنید. تنها محدودیت ما محدودیتیه که خودمون سر راه تخیلمون میذاریم یا اینکه از تخیلمون استفاده نمی کنیم. نکته دیگه در مورد تخیل اینه که باید درکش کنید. دو نوع تخیل وجود داره: تخیل خلاقانه و تخیل ترکیبی. تخیل خلاقانه وقتیه که فقط با انرژی شروع میکنید و در این استخر جهانی که تمام دانش و نیرو در اون وجود داره شیرجه میزنید و در ذهنتون چیزی رو خلق میکنید که هیچ کس قبلا خلق نکرده. چیزی رو به این دنیای فیزیکی میارید که هیچ کس قبلا نیاورده. این تخیل خلاقانه است. تخیل ترکیبی وقتیه که یه نفر به صندلی نگاه میکنه و فکر میکنه این خیلی خوبه. فکر کنم باید دوتاشو به هم بچسبونم. به صندلی مورد علاقم بگم. فکر کنم باید نباشه ستاشو به هم بچسبونم و بالشای نرم روش بذارم و اسمشم بذارم کاناپه. این تخیل ترکیبیه. یعنی وقتی یه نفر به یه لباس نگاه میکنه و میگه اگه کمی تغییرش بدم تنخورش قشنگتر میشه و این یعنی تخیل ترکیبی. تخیل ترکیبی باعث میشه چیزی که وجود داره رو تغییر بدیم یا بهترش بکنیم. من خیلی به این فکر کردم که چه کسی اولین صندلی رو درست کرد. تصورم اینه که یه روز یه نفر روی یه کنده درخت نشسته بوده و چون پشتی نداشته تصمیم گرفته یه تکیه‌گاه براش درست کنه و اینطوری اولین صندلی درست شده و بعد از اون مدام بهترش کردیم و انواع و اقسام صندلی ها رو ساختیم، مثل صندلی های بلند، کوتاه و مدل های دیگه. تخیل ترکیبی هم درست به اندازه تخیل خلاقانه مؤثره. تنها فرقش اینه که داره چیزی که هست و بهتر میکنید، اما در تخیل خلاقانه چیزی که وجود نداشته رو به وجود میارید. من در کارم عاشق تخیل خلاقانه. همیشه تو کسب و کارم دنبال انجام کاریم که قبلا هیچ کس تو صنعت ما انجامش نداده. من نمیدونم بقیه دارن چه کار میکنن و باهاشونم رقابت نمیکنم. چند نفر رو تو صنعت خودم میشناسم، اما میدونم که اونا هم کارشون مثل من نیست، چون هیچ کدوممون کارمون مثل هم نیست. اما دوست دارم چیزی بسازم که حس کنم جدیده و باور دارم کاری که اینجا داریم میکنیم کار خیلی جدیدیه. ما داریم در مورد 13 اصل ناپلئون هیل حرف میزنیم. اون میگه برای به دست آوردن ثروت باید این 13 اصل رو به کار بگیریم. اما تا جایی که میدونم هیچ کس حالا اینطور فعالانه در موردشون حرف نزده. ما یه تیم داریم که میخوان اونا رو در اختیارتون بذارن تا بتونید به زندگی که واقعا لیاقتشو دارید برسید. اما بدون استفاده از تخیل هرگز نمیتونید بهش برسید. پس همین الان تخیلتون رو به کار بگیرید. فرقی نمیکنه تخیل خلاقانه باشه یا ترکیبی. فقط زندگیتون رو بهتر کنید. زندگی میتونه خیلی خوب باشه و میدونید چیه؟ میتونه بهترم بشه. من عاشق کلمه بهترم. واقعا کلمه زیباییه. فرقی نمیکنه یه چیز چقدر خوبه، ما میتونیم بهترش کنیم با تخیلمون.
ایده ها نیروهای غیر ملموسی هستند، اما قدرتشون از مغزای فیزیکی که اونا رو خلق میکنن بیشتره. دفترچتون رو بردارید و بالای صفحه درشت بنویسید تخیل و بعد بنویسید که چطور میخواهید از این اصل استفاده کنید. بیش از اندازه بهش فکر نکنید. فقط به شهود قدرتمندتون وصل بشید و چیزی که بهتون میگه رو بنویسید. همین الان انجامش بدید.